زندگی جوری طراحی نشده که سهم ما رو با توجه به نیاز ما بده. زندگی سهم هر کسی رو نسبت به شایستگیش 25 نشونه بهت میدم، با انگشتات بشمار ببین چند تا شده. اگه 20 تاشو داشته باشی بهت تبریک میگم، تو یک زندگی موفق داری. 1. روابطت با آدما گزینش شده و آگاهانه است و مشکلی تو روابطت نداری و همه چیز در آرامشه. 2. اونقدری که میخوای پول نداری ولی محتاج کسی نیستی و دستت به دهنت میرسه. 3. از کمک خواستن نمیترسی، میدونی که یک دست صدا نداره. هر جا نیاز به حمایت داشتی به آدم درستش درخواست میدی. 4. نسبت به جایی که زندگی میکنی احساس راحتی داری، حتی اگه تو محل کارت یا خوابگاه یا هر جای دیگه زندگی میکنی. 5. هر مدت یک بار استانداردهاتو بالا میبری، این نشون میده که درجا نمیزنی و اهل پیشرفتی. 6. چیزایی که حس خوبی بهش نداری رها میکنی، این یعنی به غم و غصه‌هات نمیچسبی. 7. وقتی میری جلوی آینه خودتو تحسین میکنی، قربون صدقه خودت میری اما خودشیفته نیستی. 8. صدای درونی منفی تو روشو کم میکنی و آگاهانه فکرای مثبت رو انتخاب میکنی. 9. یاد گرفتی که مشکلات و شکست‌ها بخشی از مسیر رشدته. 10. یه سیستم پشتیبان داری، یعنی دوروبرت از داشتن یه سری افراد برخورداری که در مواقع لازم هر کاری از دستشون بر بیاد برات انجام میدن. 11. عبارت دوست دارم رو از دوستات، خانواده یا شریک زندگیت میشنوی. 12. چیزی که نمیتونی تغییر بدی و میپذیری و چیزی که نمیتونی بپذیری رو تغییر میدی. 13. اهل شکایت و غر زدن نیستی، به جاش رو راه حل تمرکز میکنی. 14. والدین خودتو سرزنش نمی کنی و همون جوری که هستن میپذیری. 15. نگران افکار و حرفای دیگران نیستی و زندگی خودتو داری. 16. از گذشته خودت خوشنودی، حتی اگه کار حیرت انگیزی نکرده باشی. 17. از موفقیت بقیه شاد میشی و به موفقیت بیشتر اونا کمک میکنی. 18. نسبت به احساسهایی که داری راحتی و اونا رو به اشتراک میذاری. 19. برای ادامه دادن شور و انگیزه داری و هرگز امید خودتو از دست نمیدی. 20. اگه ازت تعریف و تمجید میکنن به راحتی قبول میکنی ولی مغرور نمیشی. 21. قبلا اهدافی داشتی توی زندگیت که الان بهشون رسیدی. 22. اهدافی داری که باعث میشه هر روز با انگیزه جلو بری. 23. با بقیه همدلی و همدردی میکنی و توانایی حفظ یک رابطه صمیمانه رو داری. 24. احساس میکنی کارتو دوست داری و برای اون با اشتیاق وقت و انرژی میذاری، حتی اگه کارت سخت باشه. 25. دیگران رو دوست داری و اجازه میدی بقیه هم دوستت داشته باشن و احترام رو سرلوحه هر نوع ارتباطی قرار میدی. اگه عاشق یادگیری هستی و میخوای مغزتو کوک کنی، ویدیوهای دیگه من ببین.